و درستی این که قبر انسان را می جقد، از برای قبر جقیش است و تنگ شدن بر بنده مؤمن است. لو نجا احد منه لنجا سعد ابن معاذ رضی الله عنه. رسول اکرم در دوام چی گفته بود است؟ اگر از جقیدن قبر، اگر از عذاب قبر یک آدم نجات میافت، هر آینه سعد ابن معاذ نجات میافت که همین سعد ابن معاذ هم در جقیش قبر مبتلا شد. سعد ابن معاذ اولا من به شما شناس کنم که سعد کی بود. سعد ابن معاذ صحابه کرام پیغمبر خدا بود. وقتی که همین سعد از دنیا گذشت، ببین قبر چگونه آدم جقیدگی است. از خودمان ما و شما خلاصه ببراریم که ما و شما حالمان چی میشیده باشد. وقتی که سعد از دنیا گذشت، حضرت جابر میگوید خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم الى سعد ابن معاذ. وقتی که سعد از دنیا گذشت، پیغمبر خدا را خبر دادن که سعد از دنیا گذشت. جابر میگوید من همراه پیغمبر خدا به خانه سعد برای آماده کردن او برای جنازه و دفن کردن او رهسپار شدیم. وقتی که میگه داخل خانه او شدیم و بر او تعزیه بیان کردیم. وقتی که رسول اکرم سعد را میگه به گوریستان آوردن و رسول اکرم خود سعد ابن معاذ در قبر گذاشت، میگه جابر سبح رسول الله صلی الله علیه و سلم فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا. حضرت جابر میگوید وقتی که رسول اکرم در قبر گذاشت سعد ابن معاذ و به طرف میگه سعد نگاه کرد و تسبیح گفتن سر کرد، یعنی سبحان الله سبحان الله الحمدلله. میگه رسول اکرم چنان طویل کرد، یعنی چنان دراز گفت که ما هم از پای پیغمبر خدا تسبیح ها را میگفتیم. ثم کبر، بعد از این میگه تسبیح ها را باز گذاشت و با تکبیر گفتن میگه سر کرد الله اکبر الله اکبر. میگه رسول اکرم جل جلاله با آواز بلند میگفت، ما هم از پسش میگه گفتیم وکیل یا رسول الله لما سبحت ثم کبرت. حضرت جابر میگوید گفتیم پیغمبر خدا چرا اول تسبیح گفتی بعد باز تکبیر گفتی؟ رسول الله میگه به جانب ما گشت در حالتی که چشمهایشان میگه پر از آب بود، گفت قبر این بنده صالح یعنی سعد ابن معاذ جقید. این تسبیح و این تکبیری که من گفتم باعث این بود که حتی فرج الله عنه، تا وقتی که قبر سعد سر نداد من از تسبیح و تکبیر باز نایستادم. ببین این سعد کی هست؟ سعد رسول الله گفت که وقتی که از دنیا گذشت تمام دروازه های آسمان گشاده شد. در جنازه سعد رسول اکرم حدیث صحیح مبارکش است 70,000 پیغمبر 70,000 ملائک از آسمان در جنازه سعد اشتراک کردند. 70,000 ملائک که در عذاب قبر در کتاب مشکات در حدیث های صحیح پیغمبر میگذرد این حدیث وارد شده است. رسول الله گفت که حتی عرش الهی میگه در جنبش در آمد وقتی که سعد از دنیا گذشت. روز میگه حضرت برا ابن عازب میگه اهدیت للنبی صلی الله علیه و سلم حلت و حریر. یک روز میگه بر پیغمبر خدا یک لباس ابریشمی دادن، یعنی لباس ابریشم خیلی نرم است، خیلی ملایم است. در اون زمان ها صحابه ها و پیغمبر خدا لباس ملایم کم میدیدن. لباس ملایم میگه هدیهش کردن، تمام صحابه ها می آمدن لباس ملایم به دستشان میقپیدن. در تعجب ماندن که این چگونه لباس ملایمی خوب است. رسول الله میگه به جانب اونها گشت گفت قسم بر آن ذاتی که جان همین پیغمبر شما در دست اوست، یک روی مالچه سعد ابن معاذ در جنت بهتر است از این ابریشمی که بر من هدیه کردن. یک روی مالچه سعد
بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیاست. همین سعد ابن معاذ با همین قدر فضیلت در جقیش قبر چکار کرد؟ دوچار شد. علی قاری در شرح همین حدیث چی میگد؟ میگد برای چی این قدر بنده صالح که باشد چرا قبر حضرت سعد جقید؟ میگوید حضرت شتربان بودن، شتوری بسیار داشت. وقتی که میگه در میدرآمد همون پیش شترهاش میگه پیشاب که میکرد، پیشاب شتر در بدن سعد میپرید، لیکن سعد به این اهمیت نمیداد. برای یک پیشاب شتر که در بدن سعد میپرید شاید که سعد را حس نمیکرد یا شاید که اهمیت نداد، از حساب همین چکار کرد؟ قبر حضرت سعد جقید. پیغمبر خدا گفت استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. ای امتان من از چکیدن بول در لباسهاتان پرهیز کنید، زیرا که اکثر عذاب قبر از چکیدن بول در لباسهای شماست. از این خاطر ما و شما، این عادت ما و شما نیست. آدم مسلمان، آدم مؤمن وقتی که پیشاب میکند خودش را حتمی قاق میکند و بعد او استنجا میکند تا که به این عذاب چکار نکند؟ دوچار نشد. این افعال مردم همون مشرک و همون آدمای بی توفیق بود که پیشاب میکردن، همون زمان باز در ازاشان جا میکردن، رفتن میگرفتن، دیگر پیشابی او میریزد نمیریزد بر او اهمیت نمیداد. امروز ما و شما این عادتی همون دولت‌های غرب در ما و شما تاثیر نکند که ما و شما عذاب داریم در پیش، ما و شما در پیش قبر داریم. از این عذاب کاش که ما و شما خلاص شید.